البته مسئله خریداری کردن در روسیه از دست کسی که شما گمان میکنید که این دوزی است. مثلا برادر سوال دادن که در روسیه به ما بعضی انسان های بار می آرد، بعضی چیزها رو می آرد به نرخ بینهایت ارزان میدهد. ما گمان میکنیم که این بار یا این چیز دزدیده شده و به ما آورده فروخته میشد. یک دزد گویا اینو فکر میکنه که یک کس یک چیز دزدیده به اینو میفروشد. خریدن همین چیز ممکن است یا نیست؟ با مانند تلفن یا با مانند چیزهای دیگر ما میگیم بارک الله فیکم. وقتی که شما پرسیدید که این چیز دزدی است یا نیست، وقتی که میگید که نه دزدی نیست، به همین کافی است. البته هر یک چیز شما دزدی گفته نمیتونید. بعضی انسان ها از سبب قنبغلیش، از سبب چیزش فروختنیش، از سبب یگون اضطراب زود فروخته از یک جا به یک جای دیگر برفتنش، از سبب امنیتش میخواد که زود چیز خود را فروشد با نرخ‌های ارزان. در این حالت ما این را دزدی گفته نمیتوانیم. بارک الله فیکم. و حالا اونکه اگر دزدی هم باشد در دولت‌های کفر، اگر یک کس چیزی هم چیز دزد به شما فروشد، در این مسئله علما اختلاف کرده هستند. لیکن البته از دزدی، از دزدانی که چیز خریده میفروشند انسان باید دوری کند، تعاون و کمک برای دزدان نکند. بارک الله فیکم. و البته کسی که یک چیز رو به شما ارزان داد، شما همیشه گمان نکنید که این دزدی هست. و اگر پرسیدید اگر دزدیده باشد هم به شما هیچ ضرری ندارد و خریده و چیزی و خریدن و فروختن جایز است. حیاکم الله و بایاکم.